اولین جنبش هنری امپرسیونیسم بعد از رئالیسم در اواخر قرن 18 دوره جدید در هنر به وجود و جریان‌های هنری مدرن اولین قدم‌های خودش رو برداشت و تأثیر جادویی بر شکل‌گیری هنر امروز داشت. در بهار 1874 گروهی از هنرمندان فرانسوی به نام انجمن هنرمندان گمنام دور هم جمع شدند و برای به نمایش گذاشتن آثارشون یک استودیو اجاره کردند و آثارشون رو در معرض دید عموم گذاشتن. با این کار شدیدترین واکنش‌ها رو از سمت عموم گرفتن و همینجا بود که امپرسیونیسم به نقطه گسست رسید. امپرسیونیسم حقیقتاً نخستین و مهمترین جنبش مدرن در سده 19 محسوب میشه. امپرسیونیسم به معنای دریافتگری، دریافت آنی و یا دریافت حسی هست. امپرسیونیسم صرفاً یک سبک نقاشی نبود، بلکه یک رویکرد جدید به هنر و زندگی بود. اولین هنرمندانی که در واقع میشه گفت هسته این مکتب بودن مونه، رنوار، سیسیلی و پیسارو که وجه اشتراکشون جدایی از آموزش‌های رسمی فرهنگستانی. این هنرمندان اول نام خودشون رو انجمن هنرمندان گمنام گذاشتن، اما بعداً نام یکی از آثار مونه به نام امپرسیون، طلوع آفتاب، تغییر پیدا کرد. این گروه نظام آموزش متداول و هنر آکادمیک رو مردود می‌دونستن، اما نظر رئالیست‌ها رو در مورد اینکه هنر باید ثبت پاره‌ای از طبیعت و فارغ از هر گونه احساساتی باشه می‌پذیرفتن. به همین دلیل میتونیم امپرسیونیسم رو ادامه منطقی رئالیسم در سده 19 بدونیم. بعد از آخرین نمایشگاه گروه از هم جدا شد و مونه تنها هنرمندی بود که هنوز به طور تعصب‌آمیزی ایده های امپرسیونیسم رو ادامه میداد. تمایل منظر پردازان امپرسیونیسم به ثبت بیان تصویری لحظه ها اونها رو وادار میکرد که با نقاشی در فضای باز قبل از اینکه شرایط نوری عوض بشه گنجینه غنی رو بسازن. نقاشی‌های اونها نه با رنگ‌های خاکستری و سیاه بلکه با رنگ‌های مکمل نقاشی می‌شد. اونها با کم کردن خطوط ارجحیت خطوط رو از اشیا گرفتن و نقاشی‌های امپرسیونیسم با رنگامیزی بود که به وجود می‌آمد. از هنرمندان این مکتب میتونیم به ادگار دگا، ژورژ سورا، کامپل پیسارو، ادوارد مانه و کلود مونه اشاره کنیم.